اینجا مشهد آرامگاه نادرشاه افشار و تو این ویدیو میخوام چند نکته بگم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. شبی که نادر کشته شد خونش به دیوارهای چادر ریخت. و این دیوارهای سرخ رنگ در واقع یادگار و نمادی از آخرین لحظات زندگی این سردار بزرگ. این مجسمه برنزی 14 تنی که در ایتالیا ساخته شده و با کشتی به ایران آورده شده. این ستونا که اگه برعکسش کنیم کلاه افشاری میشه و در اون زمان مورد استفاده قرار میگرفته. این بنای زیبا و فاخر رو استاد هوشنگ سیحون و اون مجسمه عظیم رو استاد ابوالحسن خان طراحی و اجرا کردن. این سنگ مزار که الگو گرفته از الماس دریای نور، یکی از زیباترین و بزرگترین الماس‌های جهانه که خوشبختانه هنوز در ایرانه. نادرشاه افشار اساساً مرد جنگ بود، به خاطر همین مدت زمان طولانی رو در چادر زندگی می‌کرده. نکته‌ای که استاد هوشنگ سیحون در طراحی این بنا، اون بالا هم مشخصه، این بنا رو، اون قسمت رو به شکل یک خیمه طراحی کرد.